آیا شما بار دیده اید که یک شخص نصرانی، یک شخص خریستیان رفته در عید قربان از پاپ خودش سوال کند که من عید قربان را جشن میگیرم، آیا جشن گرفتن عید قربان برای من درست است؟ یگان مراتب شما مشاهده کردید؟ آیا دیدید که یک شخص نصرانی یا یک شخص یهودی نزد پاپش رفته گفته است که یا پرسیده است که عید قربان شده است و من یک گوسفند میخرم و قربانی میکنم، آیا در دین ما همین درست است یا نه؟ گفته آیا بار مشاهده کردید همین کار را کرده است؟ برای چی ما مسلمان ها هر آن چیزی که از خارجه از فرهنگ بیگانه میبیاید آن را میخواهیم که چیکار کنیم؟ موافق اسلام گویا همون را دراریم و اسلامی کنانیم. برای چی ما وقتی حفظ کردن هویت ملی میگوییم در سال نو آن را فراموش میکنیم؟ برای چی؟ آیا یک نفر عید بیگانه را جشن گیرد هویت ملی را از دست نمیدهد؟